وال خوشبختانه طفل کوچک به نام امین الله با ما هستند. امین الله سلام. سلام علیکم. عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و امین انصاری هستم. طالب صنف 4 لیسه خصوصی غبار شمال. ماشاءالله. محمد امین جان خودت به مکتب کی میبره و میاره؟ من خودم تنهایی مکتب میرم. خودت تنها میری؟ بله. آفرین ماشاءالله. خب درسای چطور میگذره در این مکتب؟ درسایم خوب است دیگه. این مکتب زیاد چی داره، درس خوبش داره، استادایش خوبش درس میده و زیاد خوبش درس میتن خوب درس میتن. خوب پیش میره درسایم. خودت گفتی ماشاءالله صنف 4 هستی، اشتباه نکرده باشی صنف 2 نباشی امین الله؟ نه خیر صنف 4 هستم. چطور صنف 4 رسیدی خودت؟ من در 6 سالگی مکتب شامل شدم. بله. باز صنف 2 را امتحان دادم. ماشاءالله. و صنف 3 و صنف اول و صنف 2 و صنف 3 را خواندیم. صنف 2 اول 3 را خواندی. خب بله. چند نمره هستی خودت در صنف امین الله جان؟ من دوم در درجه الف. در درجه الف. بله. در صنف در کدام فایل خودت میشینی باز بر تخته معلوم میشه امین الله؟ من دیگه در چوکی اول هستم، در فایل سوم تختام دیگه میشه برات معلوم؟ بله. با کدام مضمون زیاد خودت علاقه‌مند هستی، خوش داری کدام مضمون؟ علوم دینی. علوم دینی را. بله. در مسجد تو میخوانی بخشا را درس ها؟ بله میخوام. در آینده خودت محمد امین چی میخوای که شوی؟ من میخوایم که دکتر شوم و وطن خدمت کنم. میخوای که دکتر شوی و در وطن خدمت کنی. بسیار بله. خوب. با وطن در خانه یگان شوخی میکنی امین الله جان؟ نه دیگه تقسیم اوقات باید جور کردیم برام که وقت درس خواندن، وقت شوخی کردن، وقت چیزا و وقت درس خواندن و تعلیم و تربیت. بله. برام کلش چی در است؟ تقسیم اوقات در نوشته تقسیم اوقات کردی. نوشته بسیار وقت شوخی تان باز نوشته کردی امین الله؟ بله دیگه. وقت شوخی چه وقت است؟ دیگه 4 ساعت که درس خوندی خو یگان ساعتم دیگه. بازی شوخی کدام مشکل ایجاد نمیکنی؟ شهر بشکنانی یا کدام خرابی کنی؟ نه خیر نه. نمیکنی؟ نه. خب بسیار تشکر امین الله جان. خیلی سپاس از شما و کسایی که خودت به برنامه صبح معرف آورده تشکری میکنیم. کدام پیام گفتنی اگه داشته باشی به همسن سالت چی میگی برشان؟ پیام خاص ندارم. موقع میگم که درس خود خوبش بخونن. بله. و کوشش زیاد کنن که با هدف که دارن دمو هدف بگیرن و کوشش کنن که دمو هدف خود برسن. چقدر زیبا یک پیام خوبش داشتی. این در مجموع به کلگی بود. خیلی سپاس بازم.